یه پسر جنوبی که همه فکر میکردن آیندهش تو بیمارستانه، ولی یه روز همه چیزو ول کرد و رفت دنبال رویای فشن. حالا روی صندلی داوری زن روز نشسته و هر نقدش میتونه اشک یک شرکت کننده رو در بیاره یا همه سالن رو به وجد بیاره. اما واقعا پدرام علیزاده کیه؟ چرا اینقدر جنجالی شده؟ و پشت این تغییر عجیب چه داستانهایی پنهانه؟ بمون تا آخر این ویدیو، چون میخوای چیزایی بشنوی که هیچ جا نگفتن. پدرام علیزاده متولد اهوازه، شهری داغ و پرهیجان که مردمش همیشه پر از انرژی هستن. خانواده و اطرافیانش فکر میکردن مسیر طبیعی برای پدرام پزشکی یا پرستاریه. خودش هم همین راه رفت و وارد رشته پرستاری شد. اما خیلی زود فهمید این مسیر با روحیاتش جور در نمیاد. وقتی هم کلاسیاش به فکر شیفت شب و دارو بودن، پدرام سرش تو مجله های مد و طراحی لباس بود. اینجا بود که یه تصمیم سخت گرفت: امنیت شغلی یا دنبال کردن علاقه. جوابش رو با یه تغییر بزرگ داد. پرستاری رو رها کرد و به سمت طراحی لباس رفت. ورود به دانشگاه اصفهان براش مثل عوض شدن کامل جهان بود. حالا به جای درسای پرستاری با الگو، مانکن و پارچه سر و کار داشت. خیلی زود استعدادش مشخص شد: نگاه دقیق به رنگ، فرم و تناسب. علاقش رفت سمت طراحی لباس عروس، جایی که میتونست هم روی خلاقیت کار کنه و هم روی جزئیات ریز. برای پدرام لباس عروس فقط یک لباس نبود، بلکه رویای هر خیاطی بود. ساعتها وقت میذاشت روی انتخاب پارچه، برش و حتی ریزترین تزیینات. بعد از فارغ التحصیلی کارگاه کوچیک خودش رو راه انداخت. اونجا همه کاره بود، هم طراح، هم خیاط، هم عکاس کارها. اولین سفارش ها معمولی بودن، اما هر بار که کار جدید میزد سطح خودش رو بالاتر میبرد. کم کم عکس‌ها و طراحی‌هاش سر زبونا افتاد، ولی پدرام همیشه به بیشتر فکر میکرد. سقف بازار داخلی براش کوتاه بود، میخواست جهانی بشه. برای همین تصمیم گرفت به استانبول و دبی بره و کارهاشو اونجا معرفی کنه. اگه تا اینجای ویدیو برات جالب بود، لایک کن تا یوتیوب این محتوا رو به آدمای بیشتری نشون بده. پدرام فهمیده بود فقط طراحی خوب کافی نیست، باید داستان هم پشت هر لباس باشه. شروع کرد توی پیج رسمیش از پشت صحنه ها گفتن: اینکه چرا فلان برش، چرا این ترکیب رنگ، چرا این پارچه. این روایت سازی باعث شد مخاطبا احساس کنن با یه طراح معمولی همراه نیستن. کم کم پیجش معروف شد و مشتریهای خارجی پیدا کرد. از یه طراح معمولی به برندی قابل شناخت توی استانبول و دبی تبدیل شد. اوج داستان وقتی بود که دعوت شد به داوری مسابقه زن روز، یه برنامه پرحاشیه، پررقابت و پر از استایل های مختلف. پدرام کنار مارال سفری و شیرین مقدم نشست. سبک داوریش متفاوت بود، رک و صریح، بدون تعارف. اما نقدهاش فقط خوب یا بده نبود، دلیل فنی هم می آورد: جنس پارچه، فرم بدن، هماهنگی رنگ و حتی تاثیر روانی استایل روی اعتماد به نفس. یکی از صحنه‌های معروف وقتی بود که به یه شرکت کننده گفت: یقه قایقی روی شونه‌های باریک‌تر نشون میده، بیا با یه یقه دلبری تست کنیم. با یه تغییر ساده همه فهمیدن نقدش منطقیه. در مورد دیگه ترکیب رنگ لباس یه شرکت کننده کدر بود. پدرام گفت: یه اکسنت گرم، مثلا کیف کاراملی، کل صورتت رو روشن میکنه. وقتی امتحان کردن سالن تغییر رو دید. همین جزئیات باعث شد بعضی عاشق رکگوییش بشن و بعضیا بگن زیادی سختگیره. همیشه هر آدم رک دشمن و دوست زیاد داره. یه عده میگن پدرام بیرحمه، یه عده دیگه میگن بالاخره یکی پیدا شد که حقیقتو بگه. بعضی شرکت کننده ها از نقداش دلخور شدن و حتی جلوی دوربین گریه کردن. اما بعضیا بعدن گفتن همین نقد باعث شد اعتماد به نفسشون بیشتر بشه. یعنی همزمان هم منتقد داره، هم طرفدار سرسخت. پدرام داستانی داره که خیلی آرزو دارن. از یه مسیر امن و معمولی کنده شد، رفت دنبال علاقش و امروز بین‌المللی کار میکنه. درس مهم اینه: هیچ وقت برای تغییر مسیر دیر نیست.
اینکه پرستاری رو ول کرد و رفت سمت طراحی شجاعت زیادی میخواست، ولی همین انتخاب الان هویت برندشه. خب رفقا، این بود قصه پدرام علیزاده، پسری از اهواز که از پرستاری به فشن رسید و حالا یکی از جنجالی ترین داورای زن روزه. به نظرتون پدرام تو داوری‌هاش زیادی بیرحمه یا لازمه اینقدر رک باشه؟ نظرتون رو همین الان تو کامنت ها بنویسین. و اگه میخواین داستان بقیه داورا و شرکت کننده های زن روز رو هم بشنوین، کانال رو همین الان سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره.